یه روز یه روباه دمش رو توی حادثه ای از دست داد. رفت پیش گله روباها. همه روباها بهش خندیدن. گفتم پس دمت کو؟ گفت اتفاقا از روزی که دم ندارم خیلی راحت ترم. انگاری دارم پرواز میکنم. آزاد شدم. یه روباه ساده‌لویی رفت و دم خودشو قطع کرد. اینقدر درد داشت که اومد پیش روباه و گفت تو منو گول زدی. تو که گفتی ما پرواز میکنیم، تو که گفتی ما آزاد شدیم. کو؟ من که دارم درد میکشم. روباه گفت هیچی نگو. اگه گله روباه بفهمن به ما میخندن. میگه داستان به جایی کشیده شد اینقدر دنبوریده ها زیاد شدن که به روباهی که دم داشت میخندیدن. این حکایت امروز خیلی آشناست. دنبوریده ها زیاد شدن. به آدمی که داره صاف زندگی میکنه میگن امول. به آدمی که داره نون حلال در میاره میگن بدبخت. به آدمی که خیانت نمیکنه داره زندگیشو میکنه میگن عقب مونده. دنبوریده ها زیاد شدن. درد اینجاست. قومی متفکرن در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. میترسم از آن که بانگ آید روزی، کی بی خبران راه نه آن است و نه این.